ما همه شورای امنیت ده ها بار با پیشنهاد کردیم پیش از سقوط قندوز و قندوز سقوط میکنه او ما برم اینجا آخر در ترکیه بودم قندوز سقوط بعد از آمدیم پاریاب اینجا را عملیات کردیم پلان کردیم امرای وزیر دفاع و داخله و علمی صاحب بدینا باید برم ما قندوز بزنیم هر وقت پیشنهاد میکنیم پیشنهاد ما رد میشه دم از میترتن اینا جناب دوستم گویا میره یه حزب سرکوب میکنه حزب جنبش تقویت میکنه از صداقت ما نمیفهمه اینا ما صادقانه به خاطر همون وطن مردم ملت نام تای کنین کمک های دنیا را تای کنین نام هر کدام ما نام ما پروفیسر نام ما دکتر نام ما چی نام ما صدر جنرال او برادر 4 تا طالب توکت مردم ما را